سلام علیکم. خیلی فدات شم. خوبی؟ سلامتی؟ روز مادر قراره کجا بریم؟ بریم شیرینی بگیریم، گل بگیریم، بریم بهزیستی و سالمندان. بله خدا قبول کن. دم شما گرم. سلام، خیلی مخلصم. ما الان تو مجموعه راشکیکیم که چند تا شعبه داره. اومدیم اینجا شیرینی تهیه کنیم که بریم که انشالله که بریم کجا؟ بهزیستی و سالمندان. بهزیستی روز و مادرم هست. سالمندان. بریم برای روز مادر دیگه. دم شما گرم. یه خوبی که داره میارم واسهتون اینطوری یه بشقاب میدن تست کنی بخوری، چه بخری چه نخری. بعد انقدر میخوری دیگه سیر میشی دیگه نمیخری. آره اگه کشتتون بود بیاین راشکیک همینطوری بگین از این بدین تست کنم از اون بدین تست کنم. خوشگل داره دیگه. سیر که شدی بگیم یه دور میزنم روزی 3 بار میخوری. ولی اونقدری خوشمزه است مطمئن باشه که خرید میکنی. بعد واسه اون الان بینا چی میاد؟ لته هست. لته. مهم اینه که کامتون شیرین باشه. حلو کرده. حالا من رو بگید کوچیکه. شما قلبتون بزرگ آقا. دل گنده تشکر میکنم از آقای حسین حیدری شما مدیریت مجموعه راشکیک که همیشه به ما لطف داشتن و تو کارهای خیر همیشه ما رو یاری و همراهی کردن. دمتون گرم. پایدار باشید. فدای شما باشید. گرفتیم شیرینیامون رو گرفتیم، کیکمون هم گرفتیم. مقصد بعدی کریزکه. بریم که داشته باشیم دیگه. یه چند تا هم برفشاری گرفتیم با فشفشه. میشه ببینم؟ فشفشه گذاشته؟ آره فشفشه گرفتیم با برفشاری که یکم شادی ایجاد کنیم. در کریزک بریم داخل که چند دقیقه کنارشون هم به اونا خوش بگذره هم به ما.
قربونت برم. ما همه اومدیم به عشق دیدن شماها که فقط شماها رو ببینیم، انرژی بدیم، انرژی از شما 100 برابر بگیریم بریم. فقط بدون که خیلی دوست داریم عزیزم. خدا حفظتون. Madarin de mübarek olsun. Şimdi neydi ma? Kurban keserem. Nuşucan. Aşağı dolandı. به نظرم آدم بعضی وقتا بیاد همچین جایی رو ببینه خیلی خوبه. ما ترکا یه ضرورالمثلی داریم میگن که هر نه توسن آشوا odakiler قاشوا. یه ضرورالمثل خیلی باحال‌تر واسهتون تعریف کنم که کلیپش هم ساختم. آقا مهدی میگه که یه زمانهای قدیمی بود که آدما خیلی عمر میکردن، از یه حدی که میگذشت بچهای این آدمایی که سنشون بالا میره بچه‌هاشون برمی داشتن میذاشتن تو سبد میذاشتن رو کوه که گرگا اینو بخورن. یه روزی پسره برمیداره باباشو میذاره رو سبد و پسر بچه خودشو برمیداره میگه که بریم بابا بزرگو من بذارم رو کوه. میرم میذاره رو کوه و برگشتری بچه به باباش برمیگره میگه که بابا اون سبدو بردار بریم. میگه چرا؟ میگه خب تو پیر شدنی من تو رو بیارم بذارم اینجا دیگه. و پسره میبینه ای بابا این زمین گرده میشه خودش هم پیاده میشه. میگه نه پسرم من آورده بودم بابا بزرگ اینجا حال هواش عوض شو مثلا بریم خونه. داستان اینه اینجور جامعه‌ای میفهمی که اگه بیاری پدر مادر تو بذاری تو مثلا خونه سالمندان یه روزی هم سر خودت میاد. این واقعیت امره. آسایشگاه کریزکیم. آقا ساله البته اگه ما رو به رفاقت قبول کنه دوست خوب ما هست. امروز میخوام ما رو مستفیض کنه یه دهم واسمون بخونه لذت ببریم. دمتونم گرم. شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. پیش گلها
مفتونم در آنش مجنون مفتون تو بودم اکنون از دل من مشنو تو سرودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم